خب بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ریاض الصالحین، حدیث 356. امام نووی میگوید که وعن میمون ابن ابی شبیب رحمه الله ان عائشه رضی الله عنها مر بها سائل فاعطته کسرة. از میمون ابن ابی شبیب رحمه الله روایت است ان عائشه رضی الله عنها، هر آینه حضرت عایشه رضی الله عنها مر بها سائل، یعنی گذشت بها، یعنی به نزد حضرت عایشه رضی الله عنها، سائل یعنی یک طلبنده، یک گدای به نزد حضرت عایشه گذشت. فاعطته کسرة، پس داد حضرت عایشه رضی الله عنها همون گدا را کسرتن. کسره یعنی یک تیکه نان، یک بگیم جزء نان، یک قسم نانش داد، یک تیکه نانش داد. کسره یعنی یک قطعه نان. و مر بها رجل علیه ثیاب و هیئت، و باز میگه گذشت بها، یعنی به نزد حضرت عایشه رضی الله عنها، رجل یک مرد، علیه ثیاب و هیئت، یعنی همین مرد ثیاب و هیئت داشت. ثیاب یعنی لباس های زیبا داشت، و هیئت یعنی شکلش هم، یعنی همچون یک انسانی کمبغل نبود، یعنی یک انسانی بردم بده، هم هیئت داشت و هم لباس های خوب داشت. پس میگه فاقعدته، حضرت عایشه رضی الله عنها این مرد را، لباس زیبا بگیم، هیئت زیبا که داشت، یعنی که بگیم معلوم بود که یک انسانی با احترام است. فاقعدته، پس همین در شنون در نزدش، بگیم در خونه شنوندش. فاکل، پس خورد، یعنی در خونه شنونده پیش اوقات آورد. یعنی فرقیت ببینید، طلبنده حضرت عایشه نان داد و خلاص، اما این مرد را حضرت عایشه شنوند، در خونه شنوند و فاکل، پس این مرد خورد، یعنی در خونه حضرت عایشه تناول طعام خوردن. فقیل لها فی ذلک، پس گفته شد برای حضرت عایشه رضی الله عنها، فی ذلک، در این مسئله، در این باره، یعنی چرا اکو کم بغل نشنوندی، این مرد را شنوندی، یعنی فرق بین اینا چی بود؟ فقالت، پس حضرت عایشه رضی الله عنها گفت، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، انزل الناس منازلهم، انزل الناس منازلهم، یعنی قرار بدهید مردم را، یا بشنونید مردم را در جایگاه های خودشون. انزل الناس یعنی قرار بدهید مردم را، یا که بشنونید مردم را، منازل هم یعنی در جایگاه های خودشون، هر که در جای خودش. فهمو؟ یعنی که اون طلبنده جایگاهش همین قدر بود که نانش میتی و میروه، اما این مرد دیم اومدگی بود، نه، این یک انسانی با شرف و یک انسانی با عزت بود، این را نمیشه نونش بتی رویش کنی، نه، این جای خودش، او در جای خودش، ای در جای خودش. فهمو؟ رواه ابو داود، این حدیث ابو داود روایت کرده گه، لیکن ابو داود گفته گه که میمون لم یدرک عایشه. میمون یعنی که راوی حدیث گفت که میمون ابن ابی شبیب، میگه همین میمون دیدگی نیست عایشه رضی الله عنها را. پس در اینجا کدام راوی دیگری هست که در اینجا افتیدگی است. فهمو؟ راوی کسی افتیدگی است، یعنی که میمون ابن ابی شبیب حضرت عایشه را دیدگی نیست. وقد ذكره مسلم في اول صحیحه تعلیقا فقال، و واقعا میگه ذکر کرده است همین حدیث رو مسلم در اول صحیحش، لیکن تعلیقا روایت کرده. تعلیقا گفته که معلق، یعنی که امام مسلم خودش میگه قال رسول الله، همین طور میگه روایت کرده است. فقال، و امام مسلم میگه در همجا با گفتگیه که و ذکر عن عایشه رضی الله عنها قالت، و ذکر کرده است از عایشه رضی الله عنها که حضرت عایشه گفتگی است که امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ننزل الناس منازلهم، یعنی امر کرد ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ننزل الناس، یعنی که قرار بدهیم مردم را، بشنونیم مردم را، منازل هم در جایهایشان. فهمو؟ در جایهایشان بشنونیم. یعنی که امام مسلم همین حدیث را معلقاً روایت میکند، لیکن بچه بود است به معناش بود است، اما این لفظ نبود است انزل الناس منازلهم، یعنی لفظش نه، بلکه همین معنا قطعی که حضرت عایشه گفته است که پیغمبر ما را امر کرد که ان ننزل الناس منازلهم.
وذكره الحاكم ابو عبد الله في كتابه. و ذکر کرده است همین حدیث را حاکم ابو عبدالله در کتابش معرفت علوم الحدیث، در همین کتاب، در کتاب معرفت علوم الحدیث و قال هو حدیث صحیح. و حاکم گفته که این حدیث صحیح است. فهمو؟ یعنی که اگر روایت اول ببینیم که میمون ابن ابی شبیب حضرت عایشه را ندست، پس روایت ضعیف است. لیکن حاکم یگان طریق دیگر که روایت کرد چیکار کرده است که میگه حدیث صحیح است. این یگان طریق دیگر هم هست شد. خب این بود حدیث 356. بعد از این حدیث 357 و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قدم عیینة بن حصن، یعنی آمد عیینه ابن حصن آمد. فنزل على ابن اخیه حر ابن قیس. فنزل یعنی پس مهمان شد. نزله به معنی فرامدن نه، بلکه به معنی چی؟ مهمان شد. پس مهمان شد علی ابن اخیه الحر، یعنی در نزد پیسر برادرش حر ابن قیس، در نزد جیانش بگیم حر ابن قیس مهمان شد. و کان من النفر الذين يدنيهم عمر رضی الله عنه. و بود یعنی حر ابن قیس بود من النفری، یعنی از جزئی کسانی که از آن اشخاصی که الذين يدنيهم، همون کسانی که يدنيهم یعنی نزدیکشون میکرد عمر رضی الله عنه، یعنی احترام يدنيهم به معنی نزدیک کردن. مقصد از نزدیک کردن احترامشون میکرد، حرمتشون میکرد. اینها رو میگه حرمت میکرد عمر رضی الله عنه. و کان القراء اصحاب مجلس عمر و مشاورته. و کان القراء و بود قاری ها اصحاب مجلس عمر، یعنی که رفیقان همنشین حضرت عمر بودن. حضرت عمر یعنی قاری ها را بسیار احترام زیاد داشت که قطعشان همنشینی زیاد داشت. و مشاورتی بودن، همچنین مشاورانی حضرت عمر قاری ها بودن. فهمو؟ کهولا کانو او شبانا، یعنی پیر هم باشن، کهول یعنی پیران سال موسفید هم باشن، او شبانن یا جوان هم باشن. پیر و جوان هر خیلی که باشد حضرت عمر قاری ها را بسیار دوست می داشت، همنشین و مشاوره خودشون می گرفتن. فقال عیینة لابن اخیه، پس گفت عیینه برای پیسر برادرش، یابن اخی لک وجه عند هذا الامیر. پس همون مهمون که اومدگی صاحب خانه را گفت که ای پسر برادرم، لک وجه عند هذا الامیر، یعنی تو قدر و قیمت و منزلت و بگیم احترام داری در نزد همین پادشاه، در نزد همین امیر، یعنی حضرت عمر. در نزد عمر گفت یک جایگاه خاصی داری. فاستأذن لی علیه، فاستأذن یعنی پس اجازت طلب کن برای من در نزد حضرت عمر. یابن اخی لک وجه یعنی قدر و منزلت و جایگاه فهمه این ده هذا الامیری. فاستأذن لی علیه، پس اجازت بپرس برای من در نزد حضرت عمر. این حضرت عمر بگو که مرا اجازت بده که من پیشش بدرم. فاستأذن له، پس حر ابن قیس اجازت طلب کرد از حضرت عمر برای همین مهمونش، که برای همین که بود مهمونش عیینه ابن حسین، عیینه ابن حصن. پس برای همین مهمونش اجازت پرسید که مهمون پیش بدروید. فاذن له عمر رضی الله عنه، پس اجازت داد برای این مهمان یا که برای حر ابن قیس رضی الله عنه. نه حر قیس گفت که بیار مهمون تا بیار بدروید. فلما دخل قال، پس زمانی که در اومد همین مهمان نزد حضرت عمر رضی الله عنه، قال گفت هی ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. ما شاء الله مهمونی بسیار زور ده. فلما دخل قال، پس وقتی میگه در اومد گفت که هی ابن الخطابی، گفت ای فرزند خطاب. هی ابن الخطابی یعنی تو ای فرزند خطاب، یعنی مثلا آگاهی ده که ابن خطاب. فوالله ما تعطينا الجزل، گفت قسم به الله تو برای ما نمیتی بسیار، یعنی کم میتی مورا. جزل یعنی بسیار دادن فراوانی، زیاد مون نمیتی، تو کم میتی مورا.
ولا تحكم فينا بالعدل، گفت حکم نمیکنی در بین ما به عدل، حکومت هم گفت عدل نیست، دادن هم گفت بسیار نیست. فغضب عمر رضی الله عنه، پس غضب کرد، غضب آلود شد، خشمگین شد عمر رضی الله عنه، حتی هم ان یوقع به، حتی خواست، همه اینه که بگیم قصد کرد، خواست حضرت عمر رضی الله عنه ان یوقع به، یعنی تنویش بتید، یعنی اگون شپوتی، اگون مشت، اگون اداره بکشش، هم که بگیم قصد کرد و خواست. فقال له الحر، پس گفت برای حضرت عمر حر، یعنی صاحب خانه دیگه، صاحب خانه که مهمونش کار کرد، حر گفت که یا امیر المؤمنین، گفت ای امیر المؤمنین ها، ان الله تعالی قال، گفت هر آینه الله سبحانه و تعالی گفته است لنبیه صلی الله علیه و سلم، برای پیغمبرش صلی الله علیه و سلم، یعنی که الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میگوید که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی بگیر عفو را، بخشش را پیشه کن، و امر بالعرف، یعنی که امر کن به چیزهای شایسته و به چیزهای نیکو، و اعرض عن الجاهلین، و روی بگردان از انسانهایی که جاهل هستند، از جاهل ها روی بگردان. پس حر صاحب خانه که مهمونش صفت گفت که و این هذا من الجاهلین، گفت ها هر آینه همین مهمانم گفت از جمله کی است؟ از جمله جاهلین است، یعنی اعرض، یعنی روی بگردان، توکلش علی الله، گفتگی گپش گفت. اکنون والله ما جاوزها، این قولی که قول راویه، فهمو؟ اگه دیگه چه بود چی دو، اگه ابن عباس، راوی حدیث ابن عباس، ابن عباس میگه که والله ما جاوزها عمر حين تلاها علیه، ابن عباس میگه که قسم به الله ما جاوزها، یعنی تجاوز نکرد، یعنی نگذشت آیت رو عمر حين تلاها علیه، زمانی که تلاوت کرد آیت رو برای عمر، یعنی وقتی که همین آیت خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین میگه، حر ابن قیس روایت که قرائت کرد، خواند، میگه حضرت عمر دیگه تجاوز نکرد آیت رو، یعنی نگذشت، بگیم استاپ، خب. اکنون ابن عباس میگه و کان وقافا عند کتاب الله تعالی، و بود حضرت عمر رضی الله عنه وقافا، یعنی بسیار مطیع، اطاعت کننده، سرخم این کتاب الله تعالی، در نزد کتاب الله سبحانه و تعالی، یعنی وقتی که آیتش که میخوندی خلاص دیگه غضب و خشم چیزی که داشت همه بین میره، یعنی کتاب الله را قدرش میدونست و احترامش میدونست. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. این بود حدیث 357. اکنون حدیث 358 و عن ابي سعید سمرة بن جندب رضی الله عنه قال، و از ابی سعید سمره بن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت لقد كنت على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم غلاما، میگه واقعا بودم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم غلامه، یعنی که کم سن ساله و جوان بودم. ابی سعید میگه که در همون زمان جوان بودم. فکنت احفظ عنه، پس میگه بودم حفظ میکردم عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی گپای پیغمبر، سخنای پیغمبر، هر چی که میگفت حفظ میکردم، از یاد میکردم. فما یمنعنی من القول الا انها هنا رجالا هم اسن منی، میگه که فما یمنعنی من القول، یعنی پس مرا باز نمی داشت، پس مرا منع نمی کرد، من القول یعنی از سخن گفتن، پس مرا منع نمی کرد از سخن گفتن، از گپ زدن، الا انها هنا رجالا، مگر هر آینه اینجا مردان بودن، الا انها هنا رجالا، مگر هر آینه اینجا مردان بودن، هم اسن منی، یعنی ویها کلان سال تر بودن از من دیده، یعنی کلان سالا را می دیدم دیگر منع میکرد من رو از گپ زدن، اگر کلان سال نمیشید من میگه با پیغمبر گپ میزدم، یعنی اگر چیزی مرا منع کرده نمیتوانیست. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 359 و عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم
ما اکرم شاب شیخا لسنه، یعنی اکرام نکرد، احترام نکرد جوان موی سفید را از برای سن و سالش، الا قید الله له من یکرمه عند سنه، مگر اینکه، الا مگر اینکه، قید یعنی مقدر میگرداند الله تبارک و تعالی له برای همین جوانی که یک موی سفید را احترام کردگی است، من یکرمه کسی را که اکرام میکند همین جوانی که موی سفید را اکرام کردگی عند سنه در وقت پیران سالش. وقتی موی سفید که شد الله تبارک و تعالی مقدر میگرداند که یک جوان دیگر میاد این را احترام میکند. چرا؟ زیرا اینکه در جوانیش موسفید را حرمت میکرد. همون مطل تاجیکی در جوانی هر چی کردی در پیری آن رو ببینی که مطل داریم چه داریم، خلاصه همون است. در جوانی موسفید و کلانسال و اینها را احترام کردی و عزت و حرمتشون بجا آوردی، در کلانسالی در پیرانسالی احترام میبینی و حرمت میبینی. این حدیث ترجمهش میشود که ما اکرم شاب شیخا لسنه، ما را ترجمه نکنیم، بعد ایلا را هم ترجمه نمیکنیم. گفتیم که چیدا ما ایلا هر چه ترجمه نمیکنیم، پس میگیم اکرم شاب شیخا لسنه، یعنی احترام کرد جوان موی سفید رو در پیرانسالیش، مقدر میگرداند الله سبحانه و تعالی برای این جوان شخصی را که احترام میکند همین جوان رو در وقتی پیرانسالیش. فهمو؟ در این صورت ما را قطعی الا هر دوش ترجمه نمیکنیم. یکی اگر کردیم اکرام نکرد جوان موی سفید رو در پیرانسالیش مگر اینکه، گفته بعد ترجمه میکنیم هر دوش. خب رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال، و امام ترمذی گفته که حدیث غریب، حدیثی غریب هست. حدیث غریب هست. حدیث غریب چی است؟ حدیث غریب حدیثی است که یک صحابه روایت کرده. فهمو؟ یک صحابه از بین همون قدر صحابه فقط یک کس روایتش کنه، این رو میگن حدیثی غریب. خب حدیث غریب در نزد علما حدیث ضعیف است. غریب ضعیف است. خب این بود حدیث 359. با همین این باب با آخر رسید. باب نو شروع میشد، باب زیارت اهل الخیر و مجالستهم و صحبتهم و محبتهم و طلب زیارتهم و الدعاء منهم و زیارت المواضع الفاضله. خب این را ان شاء الله درسی آینده